بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشنده مهربان. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران الاسلام. به یک سوال عزیزان انشاءالله مراجعت کردم. یک سوال دارم بابای موجب الله. من از مخلص شما از تاجیکستان. من میخواهم که پدر و مادرم رو به حج روان کنم. مادرم به من میگویند که من امسال نمیروم، سال دیگر میروم و از شما خواهش میکنم برای مادرها یک امر رو معرف کنید. هزار رحمت برای سخنهای بهترینتان. البته انشاءالله خدا خواهد من به تمام پدر و مادران مسلمانان انشاءالله مراجعت میکنم. این سوال چندین بار انشاءالله با گوشه های تلفنی هم به ما مراجعت شد. خودی که در دهه ما شما هم یک روز یک برادر خدا خواهد از حج آمده است، دامادشان وقتی ما خواننده مهمان شدیم، خودی همون انشاءالله فرزندی همون برادر که همین پدر من بیا حج برام گم هیچ قبول نمیکنه. داماد شما یک میفهماندین. خودی به همون پدر انشاءالله خدا خواهد هم صحبت شدیم. آخر بعد رفته اومدن، بعد رفتن شو شادی و یا حد و قرار نداشت. و مادران و پدران عزیز، ما شما را دوست می‌داریم انشاءالله. چندین نوارا برای شما که گستیم. این فرزندکای عزیزی که انشاءالله خدا خواهد برای خوشنودی شما، برای انشاءالله رفتن راه جنت انشاءالله خدا خواهد و آرزوی دارن که مادرش انشاءالله خانه کعبه را زیارت کند و مادرش انشاءالله نزد رسول الله رود. شما هرگز سرکشی نکنید. مادر عزیز، تا سال دیگر الله پادشاه، الله میداند که ما آیا زنده میمانیم یا یا که شما یگان پدر و مادرها گارانتی دارین که از جانب الله که حال شما 20 سال و 100 سال دیگر زندگی می نی، بلکه عزازیل هر پس هر لحظه در بالای ما شما خدا خواهد استوار ایستادگی است. آیا به سال دیگر میرسین نمیرسین؟ گفتی شاعر تو وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. این بچه‌های شما که آرزو کردن که یک بارک مادر من انشاءالله خدا خواهد در خانه خدا بینم و پدر من در خانه خدا بینم، آرزوها اینا را نشکنید. سال دیگر هم منتظر نشین. هر دم غنیمت، وقت غنیمت است. مادرای عزیز، پدرای عزیز انشاءالله خدا خواهد این آرزوی فرزندکار خدا خواهد نشین. ممکن تا سال دیگر این فرزندگا پول نمیابند. این حیات است. چه حادثه ها می شود؟ پگش در گمون است. عربا میگن ولا تتأخر عمل یوم لغدین، یعنی کار امروزه را به فردا نگذار. گفتی بزرگ میگه که مگو ای تشنه لب فردا آب نوشم که در پیری در ره طاعت بکوشم. میگن نگو همین آب تا خورده که همین سال انشاءالله مادرای عزیز، پدرای عزیز همین سال کرده بگیرین این انشاءالله تا که خاطر فرزندکا انشاءالله جمع شود و با بعد اگر گذشته مانند یک عمر برای فرزندکا ارمان میماند. یک عمر انشاءالله آبکای دیدشون میرزد که کاش که گوش نمیکردم و مادرک مگسل میکردم، کاش که گوش نمیکردم و پدر جان من میبردم. ارمان نشود انشاءالله. بین مادرای عزیز، بین پدرای عزیز، خدا خواهد انشاءالله این فرزندکایی که این قابلیت دارند و امروز به شما پیشکش میکنند، با امید انشاءالله رحمت خدا هستند، با امید یافتن رضای خدا هستند، چون که اینا میدونن که رضا الله فی رضای والدین، راضی خدا در راضی پدر و مادر است و غضب خدا در غضب پدر و مادر است. اینا میدونن، حرکت دارن که شما را راضی کنن تا که از شما راضی شوین. انشاءالله اینها این دنیاشون هم انشاءالله آخرتشون هم انشاءالله آباد میکنن. خواهران، مادران عزیز، پدران مهربان، ما شما را دوست داریم. هرگز انشاءالله در دعا هستیم. شاید که خدا خواهد پس یک ماه بعد این برادر نیست که از این نوار شما مادری من لذت برد و راضی شد و مرا به حج برد. خدا خواهد خود شما با من شاید نوار کرده پرتین که خوب گفتین داملا انشاءالله خدا خواهد من خانه خدا را به چشم خودم دیدم. بزرگان میگن شنیدن کی باید مانند دیدن. این شنیدن دیگر است، دیدن دیگر است. یک بار اگه خونه خدا برین، باقی جنت برین، تماما از دنیا خدا خواهد دیگر میشین. تماما آرزو و مقصدات خدا خواهد جامعه عمل میپوشد. من انشاءالله از من چقدر سخن کنیم سخن کم است.
این بین فرزندکای شما چه آرزوها دارن، شما در چه آرزو هستین. بیاین انشاءالله خدا خواهد این آرزوهای فرزندکا، آرزوهای دخترکار خدا خواهد انشاءالله جامعه عمل پوشینید. یک برادر میدانین تقاش خدا خواهد انشاءالله هر گزیل کرد، تقاش خدا خواهد که خورسندیش حد و کنار نداشتیم. اما کاش خدا خواهد گسیل دارم پیش ما می آیند انشاءالله که خورسندی هاشو حد و کنار ندارد. این فرزندکات خدا خواهد در کرته هاشون نمی گنجند، دخترکات در کرته هاشون نمی زن. آرزوشی که یک بارک همون لباسی سفید یعنی در بدن پدرم و یک بارک لباسی سفید در یعنی انشاءالله بدن مادرم بینم از جهان مرم راضی هستم. گفتگی نیت که انشاءالله این فرزندکان نیت دارن. بین انشاءالله مادر عزیز، پدرای عزیز آرزوهای نها نشکنین، وقت غنیمت دونین، ساعت غنیمت دونین، زورتر روین. خدا خواهد خانه خدا پنجم انشاءالله فرض اجرا کنین، خانه پیامبر اسلام خدا خواهد مهمان شوین انشاءالله، نه در دنیا و نه در آخرت انشاءالله آرزوت میموند. پیامبر اسلام حدیث دارن که کسی که باقی جنتی من میدراید، کسی که من زیارت میکند البته شفاعت من انشاءالله لایق میشود. آیا شفاعت رسول الله آرزو نداریم؟ ما رسول الله ندیدیم لیکن آرزو داریم که امروز چندین برادرها تلفن میکنن که داملا جان چیکار کنیم که محمد یک بارک در خواب بینم. آرزو دارن انشاءالله یک بارک محمد جمالش در خواب بینم. شما انشاءالله پیش محمد میرین و محمد صدای شما را میشنود، لبیک لبیک امت میگن انشاءالله خدا خواهد شما را شفاعت میکند، خدا خواهد لایق شفاعت میشین. بین انشاءالله خدا خواهد حرکت کنین، این فرزندکاش آرزوهاش انشاءالله شکنین. چندین جوانا امروز ناامید آبکای دیدش وقتی که ما صحبت میکنیم که پدرشو از دست دادگی است، مادراشو گذشتگی است، آرزو میکنن کدامز جوان امروز که کاش که پدرمز دنیا یافتم، دولت یافتم، که پدرم نیست، مادرم نیست، چی کار بکنم؟ گفته که آرزوها کتی چقدر به ارمان زنده کرده من جوان پسر دخترها هستن. بین خدا خواهد انشاءالله این چیز البته اشراق زودی اجرا کنین، اینها را هم شاد کنین، شاید که خدا خواهد سعادتی دو دنیا الله سبحانه و تعالی اله ما و شما را سزاوار بگرداند. و آخر دعوا ان الحمد لله رب العالمین.